با سلام خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه و تو این روزای سخت و پر از نایقینی یار و پشتیبان هم باشید. همونطور که تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم، بالاخره بعد از مدت‌ها شروع کردم به ساخت ویدیوها و تهیه مطالبی در خصوص مهاجرت، بیشتر بر اساس تجربه خودم و دیگران. و امیدوارم که مباحث عملی که مطرح میکنم بتونه تصویر واقعی از این تجربه رو در اختیار شما بذاره. در اولین ویدیو به این پرداختم که ما ایرانی‌ها چرا مهاجرت میکنیم و چند دلیل عمده رو اشاره کردم. تو این ویدیو مهاجرت رو از نگاه کشور مهاجرپذیر بررسی میکنم و سعی میکنم به این سوال جواب بدم که چرا کشوری باید اساساً مهاجر بپذیره. فقط نه از ایران بلکه به طور عام و کلی منظورمه. ببینید یکی از مهمترین مشخصات عصری که ما درش هستیم اینه که خیلی از کشورها که عمدتاً هم کشورهای توسعه یافته غربی‌اند و رفاه اقتصادی و اجتماعی بالایی دارند مهاجر میپذیرند و این کار در یک فرایند ساختارمندی در حال انجامه. بعضی کشورها راحت مهاجر میپذیرند و بعضی کشورها سخت‌تر، بعضی قبلا راحت گیرتر بودن اما الان سختگیرتر شدن. اما در کل با وجود همه این افت و خیزها پذیرش مهاجر وجود داره و هنوز ادامه داره. اما این پدیده جدیدیه. 100 سال پیش اینجوری نبوده. حتی 50 سال پیش هم به این گستردگی و برنامه ریزی شدگی امروز نبوده. این یک فرصت یا موقعیت یا هر چیزی اسمش رو بذارید برای کساییه که میخوان زندگی ایدئال خودشون رو تو بستر اقتصادی و قانونی جدیدی بسازن. گفتم در گذشته اگر کسی از کشور خودش و شرایطش ناراحت بود، به دلایل مختلفی ناراضی بود، راهی جز تحمل نداشت. تهش میتونست تو کشور خودش از روستا به شهر بره یا برعکس از شهر به روستا یا از شهری به شهر دیگه. اما جدایی از کشور و رفتن به جایی که زبان، فرهنگ و قوانین حقوقی کاملا متفاوتی داره خیلی شدنی نبود. حتی برای ما ایرانی‌ها که اونقدرا نسبت به کشورهای دیگه مهاجرت کردنمون راحت نیست، اونقدرا هم برای ما سخت و ناشدنی نیست. جمعیت کثیری از ما ایرانی‌ها بنا به آمار چیزی حدود 8 میلیون ایرانی، یعنی حدود 10% جمعیت کل ایران، در خارج از ایران زندگی میکنن. حالا کسی که مهاجرت میکنه دلایلش تا حدودی واضح و قابل فهمه. اما سوال منطقی اینه که چرا کشور میزبان باید درهاشو باز بکنه و مردمانی متفاوت از فرهنگ و زبان خودشو بپذیره؟ ببینید پذیرش مهاجر اصلا کار ساده ای نیست. خیلی ریسک ممکنه داشته باشه. این آدمی که داره به کشور دیگه میره اگر خلافکار باشه یا مشکل روانی داشته باشه چی؟ اگر امنیت جامعه میزبان رو به خطر بندازه چی؟ اگر نتونه با آداب و فرهنگ اونا خودش رو هماهنگ بکنه و ساز مخالف بزنه چی؟ اگر این مهاجرین به مرور زمان ترکیب جمعیتی رو به هم بزنن چی؟ واقعا سوال اینه که چرا کشوری همه این ریسک ها رو باید بپذیره و آدمایی متفاوت از فرهنگ و زبان خودش رو تو جامعه خودش جا بده، بهشون شهروندی بده، بهشون حق و حقوق قانونی برابر بده، به خصوص وقتی که بسیاری از این مهاجرها از جامعه خودشون رونده شدن یا تو کشور خودشون هم حق و حقوق درست حسابی نداشتن. کی تضمین میکنه که اینها قدرشناس باشن و این فرصتی که به اونا داده شده رو جبران بکنن، عضو مفیدی تو اون جامعه باشن؟ بنابراین پذیرش مهاجر کار ساده ای نیست. کلی ماجرا میتونه در ادامش داشته باشه. پس سوال اینه چرا این کشورها مهاجر میپذیرن؟ جواب این سوال کمک میکنه به شما که به عنوان یک مهاجر بدونید چرا اون کشور میزبان داره شما رو تو کشور خودش راه میده و در قبال این از شما چه انتظاری داره. این بخش مهمی از واقعیت مهاجرته که شما بالاخره باید باهاش روبرو بشید. در جواب من یک سری دلایل رو میتونم بگم. اولین سنتی ترین و البته واضح ترین دلیل پذیرش مهاجر کمبود نیروی کار در یک حوزه مشخصه. این کشورهای مهاجرپذیر معمولا لیستی رو از نیروی کار و تخصصها یا مهارتهایی که کم دارن هر چند وقت یه بار منتشر میکنن
و افراد متقاضی رو بعد از طی مراحل قانونی و اطمینان از کیفیت کارشون به عنوان مهاجر میپذیرن. یعنی پذیرش مهاجر در منطقی ترین وضعیت خودش برای جبران کمبود متخصصین و نیروی کاره. این روش تقریبا در تمامی اقتصادهای پیشرفته هست. از کانادا، استرالیا، آمریکا گرفته تا سوئیس. هر چند وقت یه بار یه اعلام عمومی میدن و یک سری نیروی کار رو میپذیرن. البته قبل از این اعلام عمومی ها حسابی روی این لیست ها کار شده. ببینید تو اکثر این کشورها بازار کار به میزان زیادی برنامه ریزی شده و تحت رصد کامل و کنترله. با تقریب خیلی خوبی میدونن که ورودی و خروجی بازار کارشون در هر تخصص و حرفه چقدره و میدونن که آیا با ضریبی از نیروی کار داخلی در دسترس آیا میتونن اون نیاز رو پر بکنن یا نه. برای این کارم یه دم و دستگاه بوروکراسی قوی و البته کارآمد دارن که آمار مورد نیاز برای تصمیم گیری رو تولید و تجمیع میکنه و کل فرایند رو برای اینا مدیریت میکنه. ببینید بوروکراسی تو فرهنگ ما بدنامه، اما بوروکراسی دو نوع داریم: بوروکراسی کارآمد و بوروکراسی ناکارآمد. در اکثر کشورهای توسعه یافته ما بوروکراسی داریم، اینجوری نیست که نباشه، هست، اما بوروکراسی کارآمد داریم. در حوزه اشتغال و بازار کار یه چنین دستگاهی وجود داره که مثلا رصد میکنه کی بیکاره، کی نیست، چه شرکتی چه مهارت‌هایی رو نیاز داره، وضعیت استخدامی چجوریه و در نهایت چه کمبودهایی هست و اونها بعد از اینکه مطمئن شدن نیاز فعلی از بازار کار داخلی قابل تامین کردن نیست، درخواست جذب نیروی کار رو از طریق مهاجرت میدن. یه بخش این برنامه ریزی برای جذب متخصص حتی از دانشگاه شروع میشه و این روش خیلی روش خوبی برای کشورهای مهاجرپذیر، برای اینکه بدون تعهد برای کار فراهم کردن برای یک مهاجر یه نفر تحت عنوان دانشجو میاد و چند سال فرصت داره که هم جا بیفته و هم تو جامعه میزبان خودشو نشون بده. بعد از پایان تحصیل هم خوبها با کیفیت ترها، اونایی که پرونده قضایی نداشتن، به قولی آسته رفتن و آسته اومدن و میخوان بمونن، کار پیدا میکنن یا یه دلیلی برای موندن پیدا میکنند و میمونن و بقیه یا مجبور میشن یا اینکه خودشون میخوان که از اون کشور برن. همین الان گفتم که یک بوروکراسی کارآمد برای برنامه‌ریزی حوزه کار دارن. این برنامه‌ریزی پذیرش دانشجو رو هم شامل میشه. دقیقاً اگر توجه کنید معمولاً این کشورها رشته‌هایی رو خوب پذیرش میدن که خودشون در داخل کمتر متقاضی دارن. مثلا چند نفر شنیدید از ایران رفته باشن آمریکا در بهترین دانشگاه‌های اونجا تا مثلا در رشته حقوق تحصیل کنن؟ در مقابل چند نفر شنیدید که رفتن در تاپ ترین دانشگاه‌های آمریکا از جمله برکلی، استنفورد یا MIT و امثالهم تا رشته‌های مهندسی و علوم پایه بخونن؟ به خصوص تو مقطع دکترا که متقاضی خاص داره، متقاضی عام نداره. جالبه که انگار حکومت‌های خود ما هم در ایران دارن نظام آموزش عالی داخلی ایران رو بر اساس نیازهای اونا برنامه‌ریزی میکنن. یعنی نیروی نخبه ایرانی رو تو دانشگاه به رشته‌هایی هدایت میکنه که اون ور دنیا بهش نیاز دارن، بهش راحت پذیرش میدن. شما نگاه کنید که نیاز اصلی امروز جامعه ایران چیه؟ آیا مهندسی برقه؟ آیا مهندسی عمرانه؟ یا اقتصاد، حقوق بین الملل، علوم انسانیه، علوم سیاسیه، حتی ایران شناسی یا باستان شناسیه؟ به هر حال ما یکی از اقوام باستانی دنیا هستیم و بخشی از تمدن و تاریخ دنیا دست ماست، تو خاک ماست. ما خودمون باید این میراث رو دستمون بگیریم و مطالعه کنیم و به دنیا بشناسونیمش، نه اینکه یک ایران شناس غربی بیاد ما رو به خودمون بشناسونه. حتی اگر اقتصادی به این قضیه هم نگاه بکنیم، شناخت درست و معرفی این میراث میتونه جایگاه سیاسی ما رو بالا ببره و حتی میتونیم بهش اقتصادی نگاه کنیم. این مثل نفت و معدن میتونه از طریق جذب توریست برای ما درآمدزایی هم بکنه. اما شما ببینید که در این چند دهه منابع انسانی نخبه ایران به کدوم سمت هدایت شدن؟ حتما یک عده بودن که تاپ بودن و رفتن این رشته ها، شکی نیست. الان هم اوضاع خیلی بهتر شده، اما کار اونا شنا در خلاف جهت رود بوده.
احتمالاً کلی طعنه شنیدن که چرا این کارو می‌کنی، چرا رفتی علوم انسانی، برو مثلا مهندسی برق بخون، در شریف بخون. خود من یه نمونهش مهندسی برق رو ول کردم و رفتم دنبال مدیریت و مالی. از تصمیمم راضیم، اما به زمانش کار عجیبی بود. کلی مثلا حرف شنیدم و واقعا یکی از حرفایی که شنیدم این بود که به هر حال مدیریت تو ایران جایگاهی نداره و اونور دنیا مثلا خوب پذیرش نمیدن این رشته. یعنی نگاه به تحصیل در رشته‌ای که مورد علاقت هست این بوده. یه بخشش تقصیر جامعه است، تقصیر خانواده هاست، ولی خب خود حکومت هم سعی نکرده این رو عوض بکنه. مثلا خود دانشکده مدیریت دانشگاه شریف که من توش درس خوندم مدام تحت فشار بوده و در مقاطعی حتی تهدید کردن که میخوان ببندنش، در حالی که باید برعکس باشه، باید رشدش بدن. چرا اینطوری نیست؟ چون احتمالاً از توی دانشکده‌های مدیریت و اقتصاد و در کل علوم انسانی ممکنه حرفی در بیاد که مورد تایید آقایون نیست. آقایون دنبال این نیستن که یکی بگه در این حوزه‌های کلیدی شما چیکار باید بکنید. به قول خودشون عقل کل میدونن. پس دنبال اینن که همه بگن کاری که شما داری میکنی درسته. دنبال بهبه و چهچه شنیدنن. دنبال این نیستن که کسی ازشون انتقاد بکنه، یه مسیر متفاوت بهشون نشون بده. بنابراین اگر اینجوری نیست و قرار از این محافل حرف مخالف و انتقاد در بیاد، طرز فکر آقایون اینه که همون بهتر که درشو ببندند و خلاص. البته منظور من رو اشتباه برداشت نکنید. قطعاً ما نیاز داریم که هدایت منابع انسانی نخبه و کار درست تو همه رشته‌ها داشته باشیم. هر کس به خصوص اگه به رشته علاقه داره یا توش استعداد داره باید بره در اون رشته تحصیل کنه. ما نیاز به مهندسای تاپ در برق، عمران، متالورژی و در فنون و مهارت‌های مختلف مثل معدن و کشاورزی و صنعتگری داریم. اما این هدایت منابع انسانی باید بر اساس استعداد و نیاز باشه، متعادل باشه. الان به طور سیستماتیک ما داریم از طریق دانشگاه‌هامون به طور عمده نیازها و کمبودهای کشورهای توسعه یافته رو تامین می‌کنیم. البته یه زمانی خودمون به این مهارت‌ها خیلی نیاز داشتیم، خیلی کمبود داشتیم. اما الان مازادم داریم. بعد از این ادامه این روند به خصوص به شکل فعلی خیلی با عقل سلیم جور در نمیاد. من البته یه ویدیو درست میکنم بعداً و نگرش به تحصیل و مدرک رو در خارج از ایران توضیح میدم که اونم جالبه. چیزیه که برای خود من وقتی از ایران اومدم سوئیس یه جورایی شوک فرهنگی بود و حتی بعد از این همه سال گهگاه تو مواردی هنوزم هست. حالا بماند، از بحث خیلی دور شدیم، برگردیم سر بحث اصلیمون. پس پذیرش مهاجر در درجه اول بر اساس نیاز منابع انسانی کشور مهاجرپذیره. البته فقط هم نیروهای متخصص یا اسکیل ورکرز نیستن، میتونن اتفاقا نیروی کار ساده هم باشن. مثلا بخش ساختمانسازی یا خدمات شهری بسیاری از کشورهای توسعه یافته دست مهاجرینه. مهاجرینی که هم حاضرن اون کار سخت رو انجام بدن و هم تازه اون کار سخت رو به نسبت نیروی کار داخلی ارزونتر انجام میدن، با جدیت و قدرت بیشتر انجام میدن و بازدهی بالاتری دارن. خود ما تو ایران امروز میزبان یه جمعیت بالای شهروند افغانستانی هستیم. درسته که بخشی از پذیرش اونها به دلیل جنگ تو افغانستان و پناهجویی ناگزیر اونها به ایران بوده، اما خب اینا بخش عمده کارهای ساده مثل کارهای ساختمانی رو دارن با بازدهی بالا انجام میدن، کاری که خود هموطنای ایرانیمون انجام نمیدن یا اگه بدن با این انگیزه و قدرت اونا انجام نمیدن. در مورد کشورهای دیگه هم همینطوریه. بعضی اوقات تصور میشه که اونا موج پناهنده ها رو برای رعایت حقوق بشر و انسانیت میپذیرن، اما در واقعیت یه بخش این پذیرش اینه که این کشورها این پناهجوها و آواره ها رو به عنوان افرادی میبینن که قرار این کارهای ساده رو براشون پر کنن. البته ممکنه اهداف دیگه هم داشته باشن که حالا تو انتهای این ویدیو بهش میرسم. حالا این دلیل پذیرش مهاجر به دلیل کمبود نیروی انسانی واضحه، اما علاوه بر این پذیرش مهاجر فارغ از نیاز مشخص به یک تخصص داره تو این کشورها اتفاق میفته. هر کسی که وابسته به شهروند یا مقیمی از این کشورها باشه، میزانی سرمایه گذاری بکنه، یه تعداد سال مشخصی تو این کشورها باشه، میتونه بعد از مدتی اقامت دائم بگیره و اصلا میتونه درخواست شهروندی بده، فارغ از این که تخصصش چقدر مورد نیازه.
در مورد آمریکا حتی مثلا سیستم لاتاری هست. یه عده با قرعه کشی گرین کارت آمریکا رو میگیرن. این پذیرش مهاجر به طور کلی یه دلیل اقتصادی خیلی عمیق‌تری از مورد قبلی داره و اون نیاز به جمعیت مشغول به کاره برای مشارکت اقتصادی، به خصوص برای پرداخت مالیات. مخصوصا تو کشورهایی که نرخ زاد و ولد کم شده و جمعیت رو به پیریه، مثلا در اروپا، حتی پرداخت‌های سیستم بازنشستگی یه دغدغه است که مهاجرین تازه نفس میتونن راهی برای حل این موضوع باشن و مثلا ورودی نقدینگی به این سیستم‌های بازنشستگی رو تأمین بکنن. این نگاه به مهاجرین مثل این میمونه که اونا رو مثل یک معدن طلا یا چاه نفت فرض کنیم که قرار ازشون برای دولت درآمدزایی بشه. درست شنیدین. در سیستم غربی و اساسا هر کشوری که سیستم رصد مالی مدرن و قوی داره، هر آدم به مثابه منبعی برای پرداخت یک سری هزینه‌ها به دولت از جمله مالیات به حساب میاد. از این آدم فعالیت اقتصادی در میاد و وقتی درآمد داشت مثل چاه نفت، مثل معدن طلا، از این آدم برای دولت پول در میاد. اگر کارآفرین باشه که دیگه نور علی نور، هم ثروت آفرینی میکنه که روی همین خلق ثروت و درآمد کلی مالیات میاد و تازه برای یه عده دیگه هم کار درست میکنه، اشتغال زایی میکنه که نتیجتاً اونا هم مالیات میدن. تازه اگر اونا هم به واسطه کار کردن تو این شرکت ها چیز جدیدی خلق نکنن و نرن یه مثلا استارتاپی، شرکتی و بیزینس جدیدی نزنن، چیزی که خیلی اتفاق میفته. یعنی اثراتش میتونه خیلی وسیع‌تر از اون چیزی باشه که در حالت عادی فرض میشه. نمونه بارز و موفق این نگاه آمریکاست. اساسا خود آمریکا با مهاجرین ساخته شده، اما خیلی از بیزینس‌های بزرگ آمریکا مال مهاجرینیه که اساسا شاید در آمریکا متولد نشدن. برای اولین بار به عنوان دانشجو و حتی در 20 سالگی رفتن آمریکا. مثلا ایلان ماسک که الان ثروتمندترین آدم دنیاست و شهروندی آمریکا رو داره و تو انتخابات فعلی ریاست جمهوری آمریکا هم حمایتش از ترامپ و بعد دعوا با اون کلی سر و صدا و جنجال به پا کرد، از سفیدپوست‌های آفریقای جنوبیه. تو آفریقای جنوبی به دنیا اومده و بزرگ شده و قبل از آمریکا به کانادا مهاجرت کرده بوده و تازه در 31 سالگی شهروند آمریکا شده. اما امثال ایلان ماسک هم کم نیستن. همه اینا بیزینس های دهها، صدها و گاه تریلیون دلاری تو اقتصاد آمریکا ساختن. هم خودشون مالیات دادن و هم کلی مالیات بده درست کردن. هم خودشون کارآفرین بودن و هم کلی کارآفرین دیگه از دل شرکت های اینا در اومده و همه اینها امپراتوری عظیم تکنولوژی و اقتصادی آمریکا رو شکل دادن. البته درسته همه ایلان ماسک نشدن، همه گوگل درست نکردن، خیلی هاشون هم آدمای معمولی شدن. اما اشتباه نکنید، آدم معمولی اما خوب یکی از مهمترین اجزای موفقیت یه جامعه است. یه پزشک ساده اما خوب، یه داروساز خوب، یه معلم خوب، یه کارمند اداره خوب، یه کارگر خوب، کشاورز خوب، همه از اجزای مهم یه جامعه. حتما نیاز نداره همه کارآفرین باشن، ثروت آفرین باشن، میلیاردر باشن. جامعه به یه عده آدم نیاز داره که علیرغم ساده به نظر رسیدن و دیده نشدن کارشون رو خوب انجام بدن. اگر اینا نباشند و خوب کار نکنن، کارهای جامعه قفل میشه، کشور میخوره زمین. بنابراین اتفاقا این عده هم خیلی مهمه. اما خب قبول دارم یه عده هستن که همینم نشدن و در انتها به قولی سربار جامعه میزبان میشن. ولی اول از همه تعداد اینا خیلی کمه و در مقابل چیزی که مثلا آمریکا از گروه‌های آدمای معمولی و فوق ستاره مثل ماسک ها، مثل مهاجرین یهودی، تایوانی، چینی، ایرانی و هندی به دست آورده، تعداد اینا اصلا قابل اغمازه. ببینید یه نفر مثلا مثل جنسن هوانگ باشه که مؤسس و مدیر عامل انویدیاست، غول تراشه سازی آمریکا، همین برای آمریکا بسته. 2 نفر هندی مثل سوندار پیچای یا ساتیا نادلا باشن که مدیریت 2 غول عظیم تکنولوژی آمریکا یعنی مایکروسافت
و الفابت یعنی شرکت مادر گوگل رو دارن، 2 نفر مثل اینا باشن، همین برای آمریکا بسه. اگرچه مثلا مشارکت هندیای موفق تو آمریکا خیلی فراتر از این حرفاست و البته همین کیسای موفق کلی ابزار تبلیغ میشن برای آمریکا که خوبای دیگه دنیا رو جذب بکنه. اصلا رقابت درست بشه که خوبا برن آمریکا و آمریکا این فرصت رو داشته باشه که بین اینها انتخاب بکنه. بنابراین این کیسای موفق تمام هزینه‌های دیگه پذیرش مهاجرت رو که پوشش میده هیچ، تازه تهش خروجی این مهاجرت پذیری رو در کل برای آمریکا خیلی مثبت میکنه. پس یعنی میشد از ترس اینکه یه سری از مهاجرا ممکنه خوب نباشن در کشور رو بست، یا برعکس میشه پذیرفت که ممکنه عده‌ایشون بد باشن اما اول از همه اینا اقلیتن و اکثرا خوبن و ضمناً چند تا عالی اگه تو اینا باشن همه اون هزینه ها و دردسرها رو جبران میکنه. این آمریکا بود، اما مابقی هم همینن. مثلا انگلیس هم همینه. برای چندین سال ثروتمندترین خانواده تو انگلیس یه خانواده هندی به نام هندوجاست. خانواده هندوجا بیزینس‌های زیادی داره و جالبه که کار اصلیشون رو از ایران شروع کردن، اما خب بعدش اومدن اروپا و در انگلیس و سوئیس و جاهای دیگه مستقر شدن. ایران قدرشون رو ندونست، اما کشورهای دیگه قدر اینا رو دونستن و بهشون پروبال دادن. اساساً یکی از مزایای کشورهای توسعه یافته مهاجرپذیر اینه که یک پلتفرم درست کردن که آدمهای خوب بیان اونجا و بتونن رشد بکنن و خود اونها از رشد اینها بهره مند بشن. و گفتم مثلا از این طریق خانواده هندوجا در اومده که ثروتمندترین خانواده انگلیسی یا در حقیقت هندی انگلیسی هن. یا مثال بعدی رو از سوئیس میزنم. سوئیس طبق آخرین آمار 40% مردمش اصالت خارجی دارن. اما همین خارجی ها مالک خیلی از بیزینس های بزرگی هستن که سوئیس باهاش شناخته میشه. مثلا عمده ساعت سازی های مشهور سوئیس رو خارجی ها آوردن به سوئیس و مال خود سوئیسی ها نیست. از برندهای ارزون مثل سواچ گرفته که مال یک اصالتا لبنانی تباره، تا اگر به این سمت لوکسترها مثلا رولکس که بنیانگذارش اصالتا آلمانی بوده و اصلا شرکت در ابتدا تو انگلیس ثبت شده بوده و بعداً اومده ژنو سوئیس. یا خفن‌ترین ساعتسازی سوئیسی که اسمش پت فیلیپ هست، بنیانگذارانش مهاجرین لهستانی بودن که حدود 200 سال قبل اومدن به ژنو و این ساعتسازی رو در اون زمان در ژنو تأسیس کردن. یا مشهورترین برند مواد غذایی سوئیس که در حقیقت بزرگترین برند مواد غذایی دنیا هم هست به نام نسله که از شیر خشک تا شکلات و نوشیدنیاش دنیا رو برداشته و احتمالاً همتون میشناسیدش، چون ما در ایران هم مثلا شرکت نسله ایران داریم و خود من هم ظاهراً تو بچگیم شیر خشکای این شرکت رو خوردم. نسله رو یک آلمانی الاصل مهاجر تو سوئیس تأسیس کرده. تصور کنید آقای نسله یک آلمانی متولد فرانکفورت بوده و بعد در جوانی به دلایل نامعلومی به منطقه میاد که دفتر اصلی شرکت نسله الان اونجاست. قطعاً 160 سال پیش که ایشون اومده اینجا، سوئیس شهرت و جایگاه فعلی رو نداشته و به خصوص این منطقه خیلی آباد نبوده. ولی خب شانس که داشته باشی همین میشه که یکی از فرانکفورت آلمان میاد تو مملکت و چنین کاری میکنه که الان شده بزرگترین برند مواد غذایی دنیا و کل این منطقه دریاچه ژنو رو آباد کرده، از جمله شهر مونترو که یکی از لوکس‌ترین مناطق سوئیس الان به حساب میاد. و نکته مهم اینه که برخلاف یک معدن یا چای نفت، این آدم‌ها کارهاشون اثرات بلند مدت داره و کارهاشون میتونه دهه‌ها و بلکه صدها سال ادامه داشته باشه و تأثیرات مثبت داشته باشه. این مهاجرین شرکتی ایجاد میکنن که گاه صدها سال کار میکنه، تولید ثروت و درآمد میکنه، اشتغال زایی میکنه، صادرات میکنه، درآمد مالیاتی ایجاد میکنه. الان نسله سوئیس نزدیک 160 سال قدمت داره. 160 ساله که داره برای دولت سوئیس پول درآمد ایجاد میکنه. به جامعه و اقتصاد سوئیس داره خدمت میکنه. خب اینم مورد سوئیس. اما علاوه بر این نقش اقتصادی، این مهاجرین گاه نقش حیاتی تو آینده یک کشور دارن. مثالش نروژه. میدونید که صندوق ثروت ملی نروژ
که یه جورایی صندوق ذخیره ارزی مرحوم تو ایران یا صندوق توسعه ملی در حال رحمت شدن از اون الهام گرفته شده، ایده یک عراقی مهاجر به نروژ به نام فاروق القاسم بوده. آقای القاسم کارمند یه شرکت نفتی تو عراق بوده که همسری نروژی داشته و بعد از بچه دار شدن به دلیل اینکه بچهشون بیماری داشته، برای درمان بچهشون تصمیم میگیرن که از عراق به نروژ برن. اتفاقا در جامعه بسته و ضد مهاجر نروژ در ابتدا هم خیلی باهاش بدرفتاری شده، اما همین آدم به واسطه تجربه‌ای که تو عراق داشت ایده ای داد که پول درآمدهای نفتی نروژ به جای تزریق مستقیم به اقتصاد صرف ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری و ایجاد درآمدهای پایدار بشه. همین ایده الان نروژ رو به اینجا رسونده که بزرگترین صندوق سرمایه گذاری دولتی دنیا رو داره که ارزشش بیش از 1.8 تریلیون دلاره. یه بار دیگه با خودتون بگین 1.8 تریلیون دلار. البته نروژی‌ها هم علیرغم بسته و ضد مهاجر بودن قدر این پیشنهاد رو دونستن و به کارش بستن، درست اجراش کردن. وگرنه کشور خود آقای القاسم یعنی عراق همین الان بعد از دهه‌ها که این ایده صندوق سرمایه‌گذاری دیگه پخته شده و نتایج فوق‌العاده‌اش مشخص شده، غرق در فساد قراردادهای نفتی، غرق در ناکارآمدی و ناترازی و حتی تو خوابم نمیتونه روزی رو ببینه که بتونه چنین صندوقی حتی 1/10 یا 1/100 رو داشته باشه. ایران هم که قربونش برم دیگه استاد عراقه، اصلا ولش کنید. بنابراین شما میبینید که چرا الان آقای القاسم رو یک قهرمان ملی میبینن، چون تونسته سرنوشت یک کشور رو عوض بکنه. حالا علاوه بر این اثرات مالی و حتی استراتژیکی که اشاره کردن، این آدمای مهاجر چیزای خوب دیگه هم با خودشون میارن. این مهاجرین با خودشون آرمان و آرزوهای خوب و حتی ژن خوب میارن. میدونم این داستان ژن خوب به خاطر داستان اون پسر خودشیفته یکی از مسئولین کمی بحث برانگیزه، اما به هر حال واقعیت اینه که استعداد تا حدود زیادی به ژن مربوطه. آدم‌های نخبه و ماهر یه ژن خوب با خودشون به کشور میزبان میارن. علاوه بر ژن، اینها روحیه و هدف و آرمان و آرزو رو هم به اون کشور میزبان میبرن. فقط ژن خوب نیست. کسی که درده کشور خودش رو دیده و رنج کشیده که چرا مثلا کارا درست نمیشه، چرا زندگیش ایدئال نیست و نمیتونه تو کشور خودش بهش برسه، با این آرمان‌ها به کشور دیگه مهاجرت میکنه. هدف داره. هدفش ساختن و رشد کردنه. مثلا همین آقای القاسم وقتی دیده بود که خرج کردن پول نفت چه بلایی میتونه سر کشوری بیاره، رانت نفت با خودش چه فساد و عدم بهره‌وری میتونه بیاره، نفرین منابع داره، همین ایده و همین تجربه آقای القاسم تو عراق تونست نروژ رو نجات بده. ضمناً این آدمای مهاجر حتی اگر خودشون موفق نشن، این هدف موفقیت و پیشرفت رو به بچه‌هاشون انتقال میدن. واسه همینی که در بسیاری از موارد آدم‌های خیلی موفق نسل دوم مهاجرین هستن که نسل اولشون اهل کار و اندیشه و تلاش و از همه مهمتر آرزو بودن. خودشون به این چیزا نرسیدن، اما این آرزو و هدف رو به بچه‌هاشون منتقل کردن. الهام بخش اونا شدن. البته نباید خیلی ایدئالگرا بود. درسته گاهی این وسط یه سری نخاله‌های طرد شده از جامعه هم وجود داره که حتی میتونن تهدید امنیتی باشن. اما این در برابر دریای کیس‌های موفق واقعا قابل اغماضه. خیلی نیستن. بخش عمده مهاجرین و نسل‌های بعدیشون یه جایی تو جامعه میزبان پیدا میکنن، مخلوط میشن و به قولی نقش مفید خودشون رو ایفا میکنن. بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم دقیقاً بیزینس‌های بزرگشون و مدیون همینا هستن. خب این هم دلیل دوم پذیرش مهاجر بود توسط کشورهای مهاجرپذیر. دلیل آخر پذیرش مهاجر هم به نظر من میتونه برای اثرات مثبت فرهنگی و اجتماعی باشه. ببینید کشورها به مرور زمان فهمیدن که انزوا دیگه ارزش نیست. یه موقع ارزش بود. مرزها بسته بود، تولید محلی بود.
اما وقتی تولید جهانی شد، زنجیره ارزش جهانی شده، علم جهانی شده، تخصص‌ها جهانی شده و این همه کیس‌های موفقیت مهاجرها رو می‌بینی، دیگه متوجه میشی انزوا تقدس و ارزش قبل رو نداره و از مخلوط شدن آدم‌ها علاوه بر دستاوردهای اقتصادی داره کلی دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی هم در میاد. ببینید این همه آدم جور و جور 72 ملت با قومیت و دینای مختلف که توی شهر کنار هم زندگی میکنن، این خب نمایش مداراست. جواب دادن این تئوریه که آدم‌ها میتونن همدیگر رو تحمل بکنن. ببینید تو همین شهری که من هستم، توی خیابون مسجد اهل تسننه، چند خیابون اون طرفتر عزاداری عاشورای شیعیانه، چند خیابون اون طرفتر کنیسه یهودیاست، کلی کلیسا هست، کلی کلاب هست، همه کنار هم هستن و کسی هم به کسی کاری نداره. تازه باید به این تنوع قومیت‌ها و ملیت‌ها رو هم اضافه کنیم. هندی هست، پاکستانی هست، ایرانی هست، عرب هست، ترک هست، اسرائیلی هست، فلسطینی هست، آمریکایی هست، همه و همه هستن. این واقعا یه دستاورد بزرگه که این همه آدم که تو مناطق خودشون، تو کشورهای خودشون در حال جنگ و دعوا و کشتن همدیگن و هیچ تحمل همدیگر رو ندارن، اینجا که میان آروم گرفتن و کنار هم دارن زندگی میکنن. البته نباید ایدئالگرا باشیم، اینا مدام هم قربون صدقه همدیگه نمیرن. واقعیت اینه که تنش بین اینا صفر نیست. ممکنه محل عبادت مسلمونا یا یهودیا بهش حمله بشه. تو شهری که من هستم نشده، ولی در کل دنیای غرب بعضی اوقات اخبارش رو میشنویم. یا قومیت‌هایی به دلیل اختلافشون تو کشورهای خودشون در کشورهای غربی و مهاجرپذیر درگیر میشن. مثلا هندیا و پاکستانیا. اما این موارد در برابر حجم عظیم تنوع دینی و قومیتی خیلی کمه. خودش یه موفقیت بزرگه به نظر من. یه بخش از این موفقیت مال اعمال قانونه. خب هر کسی که نمیخواد مدارا بکنه، اونم در کشوری که توش مهاجره، خب برمیگرده از همون جایی که اومده تا بتونه راحت‌تر بین آدمای شبیه خودش باشه. اما یه بخش مهم این موفقیت و مدارا هم مال خود مهاجرینه. مهاجرین معمولاً آسیب خورده این دعواهای پوچن. برای همین دقیقاً دنبال جایی هستن که بدون پیش قضاوت در مورد دین و قومیتشون بتونن زندگی کنن. واسه همین خودشون این فرهنگ مدارا رو ارتقا میدن. خودشون به جای دعوا سر تفاوت‌ها و نقاط بعد دنبال اینن که خوبیای خودشونو و فرهنگشونو به بقیه نشون بدن، به اشتراک بذارن. اصلا یه رقابتی هست. یه رقابتی هست بین مهاجرین تا هر کسی بیشتر خوبیای فرهنگ و کشور خودشو به نمایش بذاره. خودشو خوب نشون بده تا بتونه رشد کنه. خیلی خوبه دیگه. یه میکسی میشه از چیزای خوب که رفتارهای خوب رو تقویت میکنه، تبلیغ میکنه. این قطعاً به نفع کشور اصلی خود فردم هست. به جای جنگ و دعواهای توی اخبار، مزه خوب غذاهاش چشیده میشه. آهنگای خوبش شنیده میشه. رقصاش دیده میشه. یه تصویر کاملا متفاوت. یعنی این به نفع خود اون کشور اصلی هم هست. البته مهاجرین خیلی مزایای دیگه هم میتونن برای کشور خودشون داشته باشن. دقیقاً ویدیوی بعدی من اینه که حالا این مهاجرینی که رفتن چه کمکی میتونن به کشور خودشون بکنن. مزایای مهاجرت بنا به عقل و خرد کشور خود فرد میتونه دو طرفه باشه و خیلی هم میتونه دستاورداش عظیم باشه. خب دلایل عمده پذیرش مهاجر به نظر من اینا بودن، یعنی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که قطعا پشت اینا دستاوردهای سیاسی هم میتونه باشه. ارتقای جایگاه سیاسی کشورم قطعا هست توش. اما تو این دلایل دیدید که من جایی برای دلایل بشردوستانه و انسان دوستانه نذاشتم. به خصوص وقتی پای پذیرش آوارگان جنگ‌ها و پناهجوها هست. واقعیت اینه که بعد از این همه سال اگه بخوام نتیجه گیری خودم رو بگم، به خصوص تو کشورهای توسعه یافته روح سرمایه‌داری حاکمه و واسه همین مهاجرین رو به هیچ وجه برای مسائل انسانی و بشردوستانه نمیگیرن. اگر بنا به انسانیت بود که اصلا نباید جنگی درست میشد که بعدش کلی پناهجو و آواره درست بشه. اینکه شما یک کشور رو به نام دموکراسی به هم بریزی یا بهش حمله بکنی، جنگ درست بکنی، سلاح بفروشی و بعد بیای ژست انسان دوستی بگیری که من مردمانش رو پناه دادم، که اسمش انسانیت نمیشه. اما خب
پس چرا پناهجوها رو میپذیرن؟ یکیش اینه که به دلیل نزدیکی جغرافیایی مجبورن، به خصوص اروپایی‌ها. چون مقصد اول مهاجرین از آفریقا و آسیا اروپاست. آمریکا و کانادا نیستن، چون یه اقیانوس این وسطه که به طور طبیعی سرازیر شدن پناهنده‌ها رو به قاره آمریکا به شکلی که تو اروپا هست سخت میکنه. اما اگر این اجبار ناشی از نزدیکی جغرافیایی رو کنار بذاریم، در کل این ژست انسان دوستانه و پذیرش آوارگان و جنگ زده ها میتونه تصویر این کشورها رو بهبود بده. کلی دستاورد سیاسی داره. علاوه بر این، همونطور که قبلا هم گفتم، از بین اینا ممکنه نیروی کار ساده و مالیات بده هم درست بشه. البته این پناهجوهایی هم که میپذیرن هر موقع اوضاع خراب بشه، تعدادشون زیاد بشه، شروع میکنن به سختگیری و اخراج کردنشون. نمونه‌هاش هم الان داریم تو آمریکا و آلمان و انگلیس. اما با این وجود قطعاً تو این کشورهای توسعه یافته و به قولی سرمایه‌داری آدم‌های با روحیه انسان دوستی زیاد هست. انسان به معنای واقعی و دلسوز دیگران خیلی هست. من خودم زیاد دیدم. خیلی هم ماهن. اما در سطح کلان سیاسی اینها حتی اگر هستن زور چندانی ندارن. سیاست رو در کشورهای توسعه یافته جای دیگه و کسای دیگه‌ای می‌نویسن که منافع اقتصادی و سیاسی براشون اولویته. پول لابی‌ها براشون مهمه، نه اهداف بشردوستانه. خب با این توضیح پایانی من این ویدیو رو خاتمه میدم. در ویدیو اول دیدیم که چرا یک نفر باید مهاجرت کنه و بعد تو این ویدیو دیدیم که چرا یک کشور باید اساسا مهاجر بپذیره. حالا منطقاً در ویدیو بعدی به این سوال جواب میدیم که فرد مهاجری که قراره به کشور میزبان کلی سود برسونه و یا حتی سود رسونده، چه سودی برای کشور خودش میتونه داشته باشه؟ اساسا آیا فایده ای داره یا این مهاجرین یه عده آدمن که رفتن و تمام و دیگه باید فراموششون کرد؟ این میشه موضوع مهم ویدیوی بعدی. خب پس تا این ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم. امیدوارم که موفق و پیروز باشید.